Yeah, from a giveaway. Oh, that's sick. That's pretty cool. If Rider Shogun's demo was beating Genshin with no... یه ویدیو داشتم در مورد لحظات جالب در مورد گنشین ایمپکت نگاه کردم. داش خوبی؟ خوبی؟ قربون تو خوبی؟ چاکرم قربون سلام اکبر. چیز نیومده نه استاد؟ امروز نیومده. چی وضعش استاد واسه مثلا نمیاد؟ یا علی استاده که نیومدن طبق معمول بعضی‌هاشون. خاطر امروز خیلی عجیب شده. سرم سر رفته از 8 صبح تا الان اومدیم اینجا یه کاری دیشب هم نتونستم بخوابم هی رت میزدن این بر اون بر هوای عجیب میدیدم خدا دنبی بخوری یا یه شب بود یه دونه گورکن که تازه گورشو کنده بود با بیلش روی قبری که کنده بود وای میسته و بعدش یه رده برق بهش میزنه. ماشین بهش میزنه. رده برق بهش میزنه. ماشین میزنه. رده برق. ماشین. رده برق. ماشین. رده برق. ماشین. رده برق. باشه رده برق. رده برق بهش میزنه و میفته تو همون گوری که خودش کنده. بعد یه ماشین رد میشه خاک میریزه روش. دفن میشه. اون خاکا حاوی موادی بود که اونو زامبی میکنه. بعدش از خاک میاد بیرون و میره سمت بیلش که رفت بیلشو برمیداره رو هوا بلند میکنه و میگه که من باید هوا رو بکشم. تو همون لحظه یه صدایی میشنوه. به نظرت واقعیه یا کیکه؟ خیلی داستان چرت و پرت. چرا پایانش خوب بود؟ نه اصلا